سرخط خبرها به ساکنان در دوشنبه گفتم برق را صرفه‌کارانه استفاده برند. ساکنان میگویند برق ندارند. یک نوار در شبکه‌های اجتماعی بحث دوزنگی را در تاجیکستان بازداشت کرد. زنان ازدواج دوم شوهر را چگونه قبول میکنند؟ و زنازنی گروهی در دوشنبه با مرگ یک خواننده انجام یافته است. سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 12 نوامبر سال 2025 است. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ از مرگ سید اعظم رحمانوف 29 ساله در بازداشتگاه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. بیانیه این سازمان بین المللی روز 11 نوامبر نشر شد. سید اعظم رحمانوف از سال 2019 در آلمان میزیست. به نقل یکی از پیوندانش، وی تابستان امسال به تاجیکستان رفت تا حجت‌های ضروری را برای تمدید ویزا در آلمان جمع بیاورد، اما دستگیر شده بعد یک هفته آن در شرایط مرموز جان باخته است. مقامات گفتند او خودکشی کرد. هیو ویلیامسون، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان دیدبان حقوق بشر، قضیه سید اعظم رحمانوف را پیام به مقامات آلمان نیز دانسته از این کشور اروپایی خواسته است تا نقش خود را در چنین حادثه ها و مناسبتش را با تاجیکستان بازنگری کند. سازمان دیدبان حقوق بشر از چند مورد اخراج تاجیکان از آلمان و بازداشت شدن آنها در تاجیکستان یادآور شده تاکید کرده است که اخراج آدمان به جایی که برایشان خطر شکنجه تهدید می‌کند خلاف قانون‌های بین المللی است. انتقاد دیدبان حقوق بشر از آلمان برای اخراج پناهجویان تاجیک در حالی است که پیشتر سازمان آزادی برای اوراسیا هم قرار آلمان را برای بازگردانیدن بعضی از پناهجویان به تاجیکستان محکوم کرده بود. در پی زنازنی یک گروه خوانندگان مکتب در دوشنبه، یک نفر جان باخته، یک نفرسی دیگر زخمی شده است. به نوشته سامانه خبری ارتجه، حادثه روز 9 نوامبر در محله معروف به 65 در نزدیکی مکتب‌های رقم 77 و 78 رخ داده است. به نقل منبع، در مناقشه خوانندگان چند مکتب شرکت داشتند و حادثه با مرگ یک خواننده صنف 9 انجام یافته است. یک نفرسی دیگر را راننده تاکسی در حالت وزنین پیدا کرده به بیمارخانه برده است. در پی این زنازنی چند خواننده بازداشت شده است. زنازنی میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر باعث به کشته و زخمی شدن چندین خواننده مکتب شده است. در چنین مناقشه ها گاه جوانان از کارد و سلاح‌های دیگر نیز استفاده می‌کنند. مقامات تاجیک میگویند بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیر قانونی برق، تلفات نیروی برق کم شده است. برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق امسال در تاجیکستان از 27,000 سامانی جریمه تا 10 سال زندان را پیش بینی کردند. بنا به اطلاع آژانسی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت، در 9 ماه سال روان صرفه بیهوده نیروی برق قریب 3% کاهش یافته است. کارمندان این نهاد یکجا با دادستانی شهر دوشنبه روز 11 نوامبر در خیابان‌های شهر همچنین به ساکنان طرز استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را فهمانده از آنها دعوت کردند که برق را بیهوده استفاده نبرند. این دعوت در شب و روز صورت می‌گیرد که ساکنان چند گوشه پایتخت از آن شکایت دارند که ساعت‌ها برق ندارند. برخی از ساکنان از جمله در ناحیه سینا میگویند ظاهراً در خانه‌های آنها هم لیمیت برق جاری شده است و چند روز باز از ساعت 9 صبح تا 5-6 بیگاه به برق میمانند. مقامات بی‌برقی در پایتخت کشور را شرح ندادند. ناحیه سینا سوید نیست، یکم خانه لیمیت سر دادن رنگی دهات قشلاق یکم کمبودی نیست. سویته این را چیکار کنیم، کجا مراجعت کنیم؟ توبه. بینندگان عزیز، برنامه‌های آزادی را پیگیری کنید و دیرتر در رابطه با این موضوع تفصیلات با صحبت ساکنان نشر خواهد شد. هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوار رقص گویا زن یکم در مراسم ازدواج شوهرش با زن دوم بسیار سربحث شده است. نوار از تاجیکستان نیست، اما در میان کاربران تاجیک اینترنت هم آن سر و صدای زیادی به پا و بحث دوزنگی را داغ کرد. کاربران به دو گروه جدا شده، برخی از این واکنش زن اظهار حیرت کرده و عمل مرد را محکوم نمودند. آنهایی هم بودند که از این رفتار زن ستایش نمودند. همکار ما امیر ایسایف در کوچه های دوشنبه از زنان پرسید که آنها در این حالت چیکار میکردند و واکنششان به زن دوم گرفتن شوهر چگونه می بود؟
البته که من قبول نمیکردم، نه انتخابی شوهرم، نه اینکه زنی دوم گرفته است، نه خودی شوهرم را و من میخواهم که البته زنی یگانه شوهرم باشه و فکر میکنم که یگان زن به این هم راضی شدن نمیتواند از تحت دل، ولی بسیار زنهایی رو میدونم که شوهرشون زنی دوم گرفتن ولی به این چیز تن میدن یا اینکه عادت میکنن، از تقدیر وابسته است میگویم. شما زید نیستید آخه؟ نه، نصیب تقدیر چیزی باشه. البته که من زید هستم که فرزند برای چی؟ برای اینکه فرزند من بیمار است، حسابی همه من نمیخوام که شوهر من زن دیوم بگیرد. خدا نشان ندهد. یا پریمو. من انتخابی او را قبول میکنم اما با اختیار خودم میروم. یا ویدو. شوهر من خفته سو دویم زن نمیگه تکن میبخشد. اولش که در نصیب و تقدیر میباشد و همچون زن نمیتونستم مثال در آن توی اشتراک کردم. هستن هم خیلی زن ها، لیکن مثال اگر زن یگان کمبودی داشته باشد مثال ممکن خیلی. В любом случае я никогда не поддерживаю. من هیچگاه دوزنگی یا بسیار زنی را جانبداری نمی کنم. وقتی ما نکاح میکنیم این برای ما مقدس است. این عنعنه ما است. ما زنان همیشه میخواهیم یگانه باشیم. برای همین حتی خیانت شوهر نابخشیدنی است. И поэтому даже измена мужа, она не оправдывается никогда. Начнем того, что брать از آن شروع میکنیم که زنی دوم باید زنانی را گرفت که نیازمندند. با توجه به دین ما که در داغستان هم از آن پیروی میکنند، حتی پیغمبر ما زنانی نیازمند را به زنی میگرفت. با در نظر داشتیم که آن زنی دوم زیبا، قامت بلند و لباس خوب داشت، میتوان گفت که او در این حالت فقط معشوقه رسمی است. یعنی زنی را باید گرفت که احتیاجمند است، نه برای آرام کردن خود. مردان ما امروز مقام معشوقه را به زنی دو تبدیل داده استفاده میبرند. любовницы, как в качестве второй жены. У каждого человека свои هر شخص приоритеты. انتخاب دارد. И это был ее собственный осознанный выбор. تا جای میدانم پیش از این او تولد کرده بوده است. با چنین فشار من تاب آوردن نمیتوانستم. Давлением я бы не справилась. یک هواپیمای باربر نظامی ترکیه در نزدیکی سرحد آذربایجان و گرجستان افتاده است. وزارت مدافع ترکیه در پیام در شبکه‌های اجتماعی گفت که حادثه روز 11 نوامبر رخ داد. به اطلاع منبع، هواپیمای S-130 از آذربایجان به ترکیه برمیگشت و در داخلش 20 نفر بود. وزارت کارهای داخلی گرجستان حادثه را تصدیق کرد و گفت آن تقریباً 5 کیلومتر دورتر از مرز گرجستان با آذربایجان رخ داده است. تلفات و سبب صدمه معلوم نیست. وزارت دفاع ترکیه گفت عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. در این قسمت برنامه بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خیرامان بقازاده می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 12 نوامبر را فرا می‌گیرد. 12 نوامبر سال 2014 پارلمان تاجیکستان طرح قانونی را امضا کرد که بر اساس آن تشکیل راهپیمایی و تجمع‌های بی اجازه جمعیتی منع است. این قانون بعد آن قبول شد که سازمان سیاسی و بعداً منع شده گروه 24 خواست در دوشنبه یک گردهمایی اعتراضی برپا کند. قبول قانون مورد انتقاد سازمان‌های آزادی بیان شد. 12 نوامبر سال 2015 دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه از شکایت شهروند تاجیکستان یک مهاجر کاری نعیمجان یعقوبوف حمایت کرد که با اتهام ساخته 5 سال را در زندان روسیه پشت سر کرد. دادگاه اروپایی حکم کرد که روسیه به شهروند تاجیکستان 25,500 یورو تاوان پردازد. در سالهای آخر مثل یعقوبوف چندین شهروند دیگری تاجیکستان هم توانستند برای سفید کردن نام خود در دادگاه اروپا پیروز شوند، ولی در برخی حالتها روسیه برخلاف قانون‌های بین‌المللی این افراد را به تاجیکستان استرداد کرده است. 12 نوامبر سال 2014 وقتی دستگاه کیهانی آژانسی فضانوردی اروپا برای اولین بار در تاریخ بشریت روی یک شهاب و یا ستاره دمدار نشست،
хабаргузориҳои ҷаҳон исми тоҷикистонро ҳамчун макони зисти яке аз кашшофони ин шаҳоб номбар карданд. Светлана Герасименко, нуҷумшиносе аз Тоҷикистон, ҳамроҳи фазошиноси украинӣ Клим Чурюмов ин ситораи дунболадорро дар соли 1969 дар фазои Қазоқистон кашф карданд. ин дунболадор ки дар дурии 500 миллион километрӣ аз замин қарор дорад, бо исми Чурюмов ва Герасименко номгузорӣ шудааст. арзиши доллари амрикоӣ ва рубли русӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон бетағйир аст. 100 доллари амрикоӣ 918-920 сомонӣ арзиш дорад. 1000 рубли русӣ имрӯз ба 113-115 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 12 ноябр чунин таъин шудааст. расидем ба поёни барнома. Сипос барои ҳамроҳӣ ва хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи озодӣ.орг ё саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. агар шумо ҳам пешниҳод ё хабару гуфтание доред, ба мо нависед. хайр, то мулоқоти дигар.